توی یه راهرو نشستم، نه اونقدری تاریکه که نشه ته راهرو رو دید، نه اونقدری هم روشنه که بشه دیتیل چهره آدم رو تشخیص داد. بلند میشم، دارم میرم بیرون، یه زن چادری جلو میبینم، بی دلیل مکث میکنم، بعدش از کنارش رد میشم، اما نه، در واقع رد نمیشم، میخورم زمین. آخه بین پاهاش یه نخ بسته، دقیقا بین 2 ساق پاش. من پشت پا خوردم، بعد پخش زمین شدم. چرا میخواستم از بین پاهای این زن رد شم؟ بلند میشم از رو زمین، میگم آخه چرا؟ در واقع باید میگفتم که زن حسابی، از چادرت خجالت بکش. حالا نمیدونم دقیقا چرا، ولی در حال نمیگم. صدای زن داره میگه که خانم مونا دلاوری؟ میگم بله، خب فرمایش. زن میگه که من از اداره استدلال اومدم. من میگم اداره چی دال؟ زن میگه استدلال. میگم خب اینی که میگی چی هست؟ میگه که ما به پرونده آدمایی که مرتکب قتل میشن رسیدگی میکنیم. میگم خب به من چه؟ بکنی نکنی اصلا که چی حالا؟ زن میگه مگه شما همون مونا دلاوری نیستین که تو پیجتون داستانه یه قتلیو که تو حیاط خونه‌تون انجام داده بودید و نوشته بودید؟ میگم چی؟ قتل؟ آها اونا که خانم داستان بود، تمرین نوشتن بود. اصلا آخه من کلاس داستان نویسی میرم. بعد ایوا چرا دروغ گفتم؟ کاش میگفتم که الان دیگه نمیرم، یا حداقل میگفتم که میرفتم، 1 ماه رفتم اصلا. حالا اصلا از کجا میفهمه که من الان دیگه نمیرم یا میرفتم یا هرچی، به درک اصلا بفهمه، به درک. ولی خب با همون تمرین داستان نویسیمو میگفتم دیگه. حالا چی کاری بود که اسم کلاس رو آوردم؟ حالا اینو بردارن برن اونجا آمار من در بیارن. وای خدای من چرا حرف میزنم؟ حالا بر علیه خودم استفاده میکنم، بازم یه گنده دیگه. یعنی از همین به بسم الله من ریدم. زن میگه باید بیاین اداره تا به پرونده‌تون رسیدگی بشه. خب حالا نفهمه که اون یکی داستان نبوده. داستان نبود، حالا واقعیت بود دیگه. نه، اول داستانش رو نوشتم، بعد اونو کشتم. نه، اول کشتمش، بعد داستانش رو نوشتم. حالا به هر حال الان مهمش اینه که باید طبیعی به نظر بیام. اما به نظرش من چجوریم؟ نکنه زیادی پلک زدم؟ حالا اشکال نداره، از همین الان دیگه پلک زدنامو هم میشمارم. ولی صدای نفسم چیه؟ صدام خیلی صدای نفسم. لعنت به من. میگم خانوم ببینی، من آخه از خون میترسم، من از جنازه هم میترسم، بعد من اصلا از همه چی میترسم. به خدا وای، حالا چرا من قسم خوردم؟ خدای چرا من لال نمیشم بازم؟ میگم خانم ببینید، همین که از قتل فقط حرف زدیم، فقط حرفش رو زدینا، بعد من دستم خیس عرق شد. به نظر شما من چجوری جرأت میکنم، اصلا چجوری توانشو دارم که اون جنازه به اون سنگینی و تو اون باغچه، اونم باغچه به اون کوچیکی، به اون خاک خشکش چالش کنم؟ بعد حالا نفهمه این به خاطر اون یکی آدمیه که کشتم، واسه اونه که حالا ترسیدم. بهش میگم دستمون ببینین خیس عرق شده، ولی آخه خشکم هست. اصلا من تا جایی که یادمه هیچ وقت دستم عرق نکرده. اصلا چه ربطی داره که یه آدمی که دستش عرق کنه معنیش اینه که این آدم عرضه یا توان یا اصلا هر چیزه کشتن رو نداره؟ ولی خب دیگه دستم نشونش میدم دیگه. زن میگه ببین
باور کن واسه منم آسون نیست. خدای چی براش آسون نیست؟ قتل؟ یا حرف زدن درباره قتل؟ یا اصلا دستگیری من؟ یا اصلا رسیدگی به پرونده من؟ ولی دستاشو نشونم میده، دستاش جدی جدی خیس خیسه ها. وای زنی که چندش حتما بو گندم میده. ای خدا. صدای از اون میاد. زن میگه من برم نماز ظهرمو بخونم، بعدش بیام به پرونده‌ات رسیدگی کنم. جوابشو نمیدم. چندش بو گندو. میگم خانم یعنی چی آخه؟ بیا تکلیف قتلای روشن تکلیف قتلای منو روشن کنه. تکلیف پرونده های یه اصلا تکلیف من روشن کن با این زندگی دیگه. یعنی چی میرم نماز؟ بعد میگه میرم و میام. دیگه جوابشو نمیدم دیگه. حالا چی شد بالاخره؟ اول اونو کشتمش، بعد داستانش رو نوشتم. ولی به نظرم اول داستانش رو نوشتم بعد کشتمش. یعنی حالا واقعا من کشتمش؟ خب چرا اصلا من کشتمش؟ نه من نکشتمش، نه. ولی خب آخه اون آدم هم که الان مرده. ولی خب از کجا معلوم میشه که من کشتمش یا من نکشتمش؟ اصلا من کشتمش دیگه. الان تو این وضعیت کی اینو میکشته؟ آقا صبر میکنم بیا بدش کن. بعد اداره چی دال بود به پروندم رسیدگی میکرد. حالا خدا کنه بفهمم که بالاخره من کشتم یا نفهمم. من خودم هم بالاخره باید بفهمم دیگه. حالا بالاخره آخرش روشن میشه همه چی. میگن خورشید که تا ابد پشت ابر نمیمونه که. بالاخره شاید یه روزی یادشون اومد که من کشتمش یا نه. حالا این نماز چرا طولانی شد؟ نماز جعفر تیار بود؟ اصلا چرا؟ اصلا کشته بودمش دیگه.